تاکید کردن جایز است که این روزها در ناحیه زیبامنظری ما دایره کارهای ساختمان بنیادکاری خیلی دامن پرداخت کرده که این کارها در اساس اعتبار سروری دولت و حکومت رسمی که عملی می‌گردد. باید گفت که سوق به مرحله نوی ترقیات خود وارد می‌گردد. در اساس قرار سروری دولت از 8 آگوست سال 2020 در اکثریت حدودهای سوخمرز کارهای ساختمان و بنیادکاری به عمل برآورده می‌شود که این همه بهره منفعت اهالی ناحیه خدمت می‌کند. برای معلومات فقط در سمت ساختمان و بناکاری امروز در ناحیه‌مان به مقداری 148 میلیارد و 44 میلیون سوم کارها عملی می‌گردد. البته این مقدار مبلغ از حساب بودجه دولت داده شده است و این معنای آن را دارد که ناحیه سوخت دائما مورد اعتبار حکومت و سروری دولت قرار دارد. در سمت اصلاح سازی ساحه طبیات نیز کارهای وسیع مقیاس پیاده می‌گردند که با این ساختمان مؤسسه‌های توابتی را مثال کنیم می‌ارزد. برای مثال الحال در داخل شفاخانه مرکزی ناحیه شعبه کسیلی‌های داخلی ساخته شده استفاده است که ارزش آن 4 میلیارد و 538 میلیون سوم را تشکیل می‌کند. در جای نقطه طبی محله ملگان نیز امروز مؤسسه نو برپا شده استفاده است. موافق معلومات متخصصان ساحه به ساختمان انشاءات نو زمانوی از حساب بودجه دولتی 1 میلیارد و 705 میلیون سوم مبلغ روانه کرده شده است. امروز استاهای گلدست جمعیت مسئولیتش محدود سوخت درقرالش کارهای پوشیدن آشانه دوم مسکن طبی را به سامان میرسانند. بنا به معلومات متصدیان کارگاه ساختمان نقشه به استفاده سپاری بنا به ماه ژانویه سال 2022 پیش بینی شده است. البته گشایش این مکان زمانوی توابتی به خلقمان همچون تحفه ارزنده سال نوی ارزیابی می‌گردد. پیشتر برای کارهای ساختمان محصولات‌های لازمی از دیگر شهر و ناحیه‌های ولایتمان آورده میشد. امروز ساختمانچیان از محصولات‌هایی که در ناحیه سوق استحصال می‌گردد به ملال استفاده می‌کنند. این باشد پیش راهی بسیار صرف و خراجات‌ها را می‌گیرد و با پست شدن نرخ محصولات‌ها نیز مساعدت می‌کند. تمام مصالح این نقطه توابتی نوبنیاد حساب کارگاهی بناکاری ماهر دسترس می‌گردد. در این کارگاه موافق معلوماتی که از خادمان آن عبدالستار جمعیف الحال 15 نفر جوانان با جای کار دائمی تامین شدند و در یک روز در کارگاه تا 30 عدد پلیته 12 عدد لاتاک استحصال می‌گردد. روزهای نزدیک در کارگاه استحصال قدوق نیز به راه مانده خواهد شد. خاطر رسا میکنیم که در برابر این همه کارها در محله شرق آباد نیز نقطه توابتی ساخته شده است که قیمت آن به 2 میلیارد و 500 میلیون سوم برابر است. در حقیقت امروز در سوق کارهای بنیادکاری به عصرها برابر عملی میگردند. باید هر یک ما نسبت این همه اعتبار و غمخواری خیرخواه باشیم و با شکرگزار بودن خود این همه نوانی ها را مانند دستگیری نماییم.